رقم گذاری کردن با نقطه در اکسل. اگر شما در اینجا رقم گذاری کردن خواهید دربارش مجبور می شود که یک تا نقطه گذاری. این کار ما را کمتر دشوار میکنه. برای همین راهی آسان ترش با واسطه فرمولا است. در اینجا می نویسیم برابر строка. تکمچه تب را زیر میکنیم، قوس را میپوشیم، مینوس یک، زیرا در اینجا حجره ما در سطر دوم است، برای همین مینوس یک میکنم. اگر در سوم بود مینوس دو میکردم. بعد امپرسند، اشاره امپرسند یعنی این اشاره شیفت 7 را در از کلاسور زیر میکنیم. بعد ناخونک رو میکشیم، نقطه میگذاریم، باز ناخونک رو میکشیم، انتر رو زیر میکنیم. بوتان خودکار یک نقطه نیست و حجره را انتخاب کرده اشاره پلوس پیدا میشود تا پایان میکشیم. تمام.